افشای حقایق و رازهای مریضی باور نکردنی نغمه در امریکا فاش شد. دلیل خداحافظی نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ نغمه به چی دلیل دیگر آواز نمیخواند و جدا شدن نغمه از شوهر دومش و دوباره برقرار شدن رابطه عاشقانه نغمه با منگل. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یکی از هنرمندان بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان بوده است. صدا و شهرت نغمه برمیگردد به 50 سال قبل در هنر موسیقی افغانستان. نغمه کارهای بی‌بدیل برای هنر موسیقی در افغانستان انجام داده است و علاقه‌مندان و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان بیشمار بوده است. نغمه دوست دارد بیشتر اوقات آهنگ‌های پشتو بخواند، چون که از پدر و مادر پشتون دیده به جهان گشوده است، ولی آهنگ‌های دری هم گاه سروده است. نغمه در 18 سالگی با منگل ازدواج کرد، اما به دلیل نامعلومی این دو از هم جدا شدند. نغمه بار دیگر به امریکا سفر کرد و در امریکا با یکی از رهبران مجاهدین از بقیه افغانستان ازدواج کرد. از شوهر دومش نغمه فرزندی ندارد، ولی جدیداً بگومگوهایی وجود دارد که نغمه از شوهر دومش هم جدا شده است و زندگی کاملا مستقل را دارد. نغمه دیری می شود دیگر آهنگی برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر نکرده است. دوستان نغمه مریضی نغمه را تایید کردند و به مریضی سرطان مبتلا شده است. من آرزوی شفایاب شدن برای نغمه از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و عزیزان خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان نغمه به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.